سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقامات روسیه را برای نیم سال در شرایط غیر انسانی نگاه داشتن روزنامه‌نگار رادیوی آزادی السوق قرمشوا تنقید کرد. قرمشوا از روز 18 اکتبر سال 2023 باز در بازداشت است. خبرنگاران بدون مرز در بیانیه روز 18 اپریل از وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرد و آزادی فوری و به قید و شرط این خبرنگار را از مقامات روسیه طلب کرد. خود قرمشوا روز 1 اپریل امسال در دادگاه شهر قزان کوتاه به خبرنگاران گفته بود که حجره برای 2 نفر همگی 5 متر مربع است و آب گرم ندارد و به جای حاجتخانه فرش را سوراخ کردند و دیوارها بسیار هم فرسودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز این را شرایط غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و اعتبار نامید. السوق قرمشوا از لحظه بازداشت تا حالا نتوانسته است که با شوهرش، مادری پیر و بیمار و فرزندان 12 و 15 سالش گپ زند. حکومت روسیه همچنین درخواستی به تکرار او را برای مراجعت به کنسولگری امریکا رد نمود. او همزمان شهروندی امریکا را نیز دارد. خبرنگاران بدون مرز در اعلامیه‌اش گفته است رد دسترسی به یاری کنسولگری امریکا این نقض دغلانه کنونسیون وین درباره روابط کنسولی است. مسئولان این سازمان بین المللی از حکومت امریکا نیز دعوت کردند که تلاش‌های خود را برای رها کردن السوق قرمشوا بیشتر کنند. السوق قرمشوا که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده صاحب شهروندی دوگانه روسیه و امریکا است، ماه اکتبر سال 2023 بازداشت شد. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجل خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای آنکه شناسنامه امریکایش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد 10,000 روبل یعنی بیشتر از $100 امریکایی جریمه بستند. سپس روز 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم نمودند. اتهام اول 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السوق قرمشوا و رادیوی آزادی این اتهام را بارها رد کرده و گفتند که مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاریش جزا می‌دهد.